دوشنبه 22 تیر ماه 1405 برابر با 13 جولای 2026 ورچه هستم با تحلیل هفتگی اونس جهانی طلا. خب این دفعه از تایم فریم 3 ماهه شروع میکنیم، چون که ظرف 2 هفته گذشته کندل 3 ماهه بسته شد و کندل بسیار زیبایی به حالت انگولف به ما داد که نشانه یک اصلاح قیمت عمیق به سمت پایین میتونه باشه. خب بریم تو تایم فریم های پایین تر ببینیم اونجا چه چیزی رو برای ما تایید میکنه. همونطور که میبینید در تایم فریم 1 ماهه هم ما یک لگ نزولی بیشتر نداریم و میتونه در واقع در لگ های بعدی این روند نزولی ادامه پیدا کنه. همونطور که در هفته های گذشته هم خدمتتون گفتم، اولین ناحیه با اهمیت نمودار ما در تایم 1 ماهه این FVG هستش که تو ناحیه 3800 تا 3900 دلار ما داریم. ناحیه بعدی هم که میرسه به این محدوده 3400 500 دلار که هم میبینید یه دونه کندل در واقع خلاف روند داریم، هم یک حالت کانسولیدیشن. پس هنوز به هیچ کدوم از این دو ناحیه در ماهانه ما نرسیدیم. خب بریم برای تایم فریم های پایین‌تر ببینیم چه میبینیم. اما در تایم فریم هفتگی، بعد از اینکه ما 3 لگ نزولی رو پشت سر هم داشتیم، اینجا یک انگالفی برای ما تشکیل شده هفته تقریبا 2 هفته پیش. و وقتی که ما در پایان لگ سوم یک انگالف داریم، طبق آموزشایی که به خدمت دوستان دادم قبلا، ما اینجا میتونیم یک اصلاح موقتی رو به بالا رو روی قیمت داشته باشیم. حالا محدودهای مد نظر کجا میتونه باشه؟ توی هفتگی چیزی که ما میبینیم یکی اینجا هست، این محدود 4370 حدود 80 70 دلار. یکی هم این محدوده در واقع حدود 4500 تا 4760 دلاری هست که روی نمودار میبینیم، اما خیلی نمیتونیم روی در واقع برگشت تا این نواحی در هفتگی حساب بکنیم. باید بریم تا این روزانه ببینیم اونجا چه تاییدیه‌ای رو میتونیم بگیریم تا نمودار برامون واضح تر بشه. واضح ترین تایم فریم تحلیلی ما این هفته تایم فریم روزانه هست که اگر رسمش بکنیم چیزهایی که من روی نمودار میبینم به این شکله. اولا آخرین در واقع لولی که از اونجا ما یک BOS روزانه داشتیم، لول محدوده 4385 دلار و هنوز اینجا رد نشده. پس کاری که داره نمودار انجام میده به این شکله: یک لگ در واقع اصلاحی داشته تا الان و لگ دوم اصلاحیش میتونه تا این محدوده اوردر بلاک یا حتی تا زیر این سطح بیاد و نشکنه، فقط نقدینگی رو جمع کنه و به سمت پایین برگرده. پس در تایم فریم روزانه هم داره اون بحث اصلاحی بودن حرکت رو بالا رو برای ما به صورت در واقع تایید به ما میده و من تو این محدوده ها اگر ببینم که نمودار به سمت پایین داره برمیگرده و تاییدیه هام رو بگیرم، قطعا اونجا با توجه به تایم فریم های بالای در واقع ماهانه و 3 ماهه و غیره مطمئن میشم که میخواد برای لگ های بعدی نزولی اقدام بکنه. اما کاری که الان میکنم در این هفته این هستش که تا قبل از اینکه به این مراحل برسه، هر کجا که در تایم فریم در واقع ساعتی یا حالا زیر در واقع روزانه ببینم که داره به سمت بالا به من موقعیت ورود میده، من باهاش بای میگیرم تا جایی که مطمئن میشم که از اونجا میخواد نمودار لگ نزولی بعدی رو در تایم فریم های بالا شروع بکنه. البته خود این محدوده اوردر بلاکی هم که یک بار تاچ شده میتونست نمودار رو به سمت پایین پرتاب کنه، ولی در واقعیتش اینه که من هنوز تاییدیه ای از این که نمودار تا این ناحیه اومده و میخواد به سمت پایین برگرده تا این لحظه نگرفتم. ولی خب خود همین قسمت هم ناحیه مهمی روی نمودار بوده. اما چیزی که الان دارم میبینم روی نمودار این هستش که احتمال این رو بیشتر میدم که یه لگ صعودی دیگه به صورت اصلاح قبل از نزول خواهیم داشت. امیدوار هستم که این تحلیل هم به درد دوستان بخوره و بتونن ازش سودهای خوبی رو بگیرن.